مردم ما همینن، شیر نر نمیدونم تو یکتایی تو دوتایی ما از پشت تو هستیم، ما همراه تو هستیم، ولی وقتی که مشکل ایجاد شد دیگر در پهلو طرف نگاه میکنی که یگان پلنگی نیست، یگان شغال نیست، هیچ کس دیگه موندگی نیست. بنابراین وقتی که مشکل برای سر یکی کرامت آمد ما هیچ کس ندیدیم. این مرد در خدمت ملت بود و می شود گفت عمر خدا و جان خدا برای خدمت این ملت سپری کرد. عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان و یکی از حامیان حقوق مهاجران را در روسیه به فعالیت غیر قانونی گناهکار کردند و به او اخراج از این کشور تهدید میکند. قرار دادگاه شبانه میتونید زنگ زنید، انشالله شبانه ما ساعتهای 12 1-2 شب افیر میکنیم. چرا ما این کار را تشکیل کردیم؟ زیرا اینکه مشکلات زیاد شبانه بالای هموطنای ما پیش می آید. یعنی شبانه می آیند دمی دری کوارتیره ها می زنند، می درآیند و مهاجرای تاجیک تشویش می تیند پلیس ها. بعد از هر جانب زنگای تلفنی می شود و نیاز و ندای کمک می رسد. به همین خاطر عزیزان ما تصمیم گرفتیم که هر شب در آفیس در مرکز تاجیکان نوبتداری را بیدار کنیم. خود بنده یعنی من در اولین نوبتداری انشاءالله قرار میگیرم و دو شماره ای که مرکز دارد 976 0405 903 976 0405 و 926 0405 هر دو شماره انشاءالله کار میکند، فعالیت میکند. سر از 24 انشاءالله بعد از ساعت 9-10 شب خدا خواهد تا سحر تا صبح ما در مرکز تاجیکان قرار میگیریم و عزیزان میتونن شبا زنگ زنن تا صبح انشاءالله. تا صبح ما در خدمت هستیم. شب زنده داری میکنیم انشاءالله، نمازهای شب میخونیم، نمازهای نفل میخونیم. شب را به خاطر آرامی تو روز کرد، اما تو چی کردی؟ هیچ بیزنسمن و صاحب کاری نمیتوند بیاید برای ما منت کند که من برای تو یک روچکه خریدم. خدا شاهد است، خدا شاهد است، والله یگان نفر از این بیزنسمن های صاحب کاردا نمیتونن بیاین در روی ما نگاه کنن گوین که ما برای مرکز تاجیکا، ما برای تاجیکا یک کار را انجام دادیم. نمیتونن، چون که ما نرفتیم، ما نیاز نداریم. اگر خودشون آمدن بسم الله، ولی نمی بیان، ولی نمی بیان. چرا؟ چرا که کس نخوارد پشت من جز سری انگشت من. بیزنسمنی که میلیون و میلیارد دارد او در فکر معیشت و رزخواد پول خودش است. مهاجری که شب در بالای بیتان و در بالای کارتان خواب می رود، بچه های مسکو سیتی، دردی اون مهاجر فقط مهاجر میفهمه. اون کسی که در مرسدس گلن واگن میگردد با بیوه‌های رنگارنگ در رستوران ها هیچ وقت نمیتوند حس کند که مهاجر چه حال دارد. درد تو را میدانست و درد تو را میگفت، اما تو امروز چی کردی؟ انشاءالله کوشش میکنیم که آبروی ملت، ننگ و ناموس و حیثیت و شرف این ملت حفظ کنیم در اینجا، حداقل در مسکو و مسکوسکی اوبلاست. انشاءالله که هستیم در پهلوی شما عزیزان. در گرسنگی و تشنگی پهلویت بود، وقتی اوج بیماری ها، وقتی همه سرحد بسته بود، وی خود بیمار بود و پهلویت بود. اما تو امروز کجا شدی؟ وقتی مادر با دو فرزندش برای من زنگ زد و گریه کرد، گریست که پول خانه را داده نمیتوند و گفت که گرسنه است، تشنه است و روزه‌دار است و امکانیت ندارد. حالا در این حالت باید ما چیکار کنیم؟ کی مردم ما، ملت ما تا این حد پایین غلطیده بود، تا این حد بے کس و بے صاحب مانده بود؟ عزیزای دل،
دوستایی که در دیگه کشورها در دیگه شهرها ما را میشنوند، ندای ما را میشنوند، تاجرای عزیز، میلیونرها، میلیاردرهای عزیز، شما امروز برای ملت لازمید. ما و شما امروز برای ملت لازمیم. اگر ما و شما امروز در پهلوی این ملت نباشیم، خاک بر سر ما و شما. وقتی که مادر همراه 2 فرزندش در کوچه میماند و اونم تاجیک نام دارد و میگیرید از گرسنگی، از تشنگی، و ما جیپ کیپ سوار شده میگردیم و ما کتگی کرده میگردیم، دم از تاجیکیت میزنیم. مرگ بر ما، مرگ بر این ملت، مرگ. شما یک بار گریه مادرش با همراه فرزندش بشنوید. بنابراین من از شما خواهش میکنم، ندای من به تمام تاجیکان دنیا باید برسد. باید اتحاد کنیم، باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر را بگیریم. التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. دشوارترین ساعتهای تو در برد بود. اشک از دیده هایش به خاطر تو بریخت. اما تو در کجا امروز؟ وقتی مرگ آمد دیگر هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند که مانع شود. فرق ندارد شما پرزیدنت هستید، پروکورور هستید. شما ببینید پروکوروران چقدر از دنیا گذشتند. وقتی مرگ آمد دیگر منصب، ریاست، کی بودنی شخص، کی بودنی طرف مهم نیست. وقتی که پیام پر شد، وقتی که آمد در لب، دیگر باید که بروید. دیگر امکان ندارد که یک لحظه در دنیا باشیم. همه ما و شما میرندیم، همه ما و شما میاییم و میرویم. براستی که ما از آن الله تعالی هستیم و به سوی او باز میگردیم. مردم ما همینند. شیر نر، نمیدونم تو یکتایی تو دوتایی، ما از پشت تو هستیم، ما همراه تو هستیم. ولی وقتی که مشکل ایجاد شد دیگر در پهلو طرف دیگر میکنی که یگان پلنگ نیست، یگان شغال نیست، هیچ کس دیگه موندگی نیست. بنابراین وقتی که مشکل برای سر یک کرامت آمد، ما هیچ کس ندیدیم. این مرد در خدمت ملت بود و می شود گفت عمر خدا و جان خدا برای خدمت این ملت سپری کرد. بغية العليل منية الكليل أن يراك من سواك إن تفانى في هداك أو تسامى في حماك إن تفانى في هداك أو تسامى في حماك من سواك يطلق القيود يمنح الخلود كي يراك قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك روعة الجمال هيبة الجلال أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم